یک ویدیویی وایرال شده از سرقت کله پاچه در تهران. کله پاچه رو دزدید؟ پشمام. این دزد رو ما آوردیم اینجا و مهمونش هستیم. پشیمون نیستی الان؟ چرا؟ چرا خیلی چرا. اصلا من قلب ضرر دارم واقعا. با لقمه حروم که مشکل نداری. اصلا من مدیونت باشم اگه از بچگی یه لقمه نون حلال خورده باشه. هر واسه بینندگان ما داریم. به نظرم روزی رو صبح زود تقسیم میکنم. روزی شما رو که حتما صبح زود خلوت‌تر هم هست. یعنی شما پا میشی هر چی بخوای خیلی راحت تهیه میکنی. از مسئولین تقاضایی داریم. از مسئولین یه چیزی شنیدم جدیدن که ساعت‌کاری کردن 6 صبح اگه اشتباه نکنم. بله. این سخته دیگه، برای ما خیلی سخته. ما تا بخوایم پاشیم هوس کنیم صبحونه رو بزنیم تهیه کنیم ما 4 پاشیم. بله متاسفانه مسئولین تصمیمایی میگیرن که به همه جوانبش فکر نمیکنن. شما وقتی ساعت کاری ادارات و مدارس رو میکنید 6 صبح، این دزدای بنده خدا خب چیکار بکنن؟ این باید ساعت چند بره دزدی؟ چند بره دزدی؟ الان تو آزادی کاملا یا نه فعلا صاحب مغازه رضایت داده اما شاگردش نه. حقم داره. میگه تازه تی زده بودم با کفش گلی با پاوم بیرون. الان با پاوم بیرون؟ با پاوم بله. خب این توی کارت که خلالی ایجاد نکرده؟ یه مقدار باید از خودیا بزنم دیگه، چون تا شاه چند کیلومتری فقط میتونم برم، یه خود مجبورم از خودیا فعلا بزنم تا پروندم درست شه ان شاء الله. خوجه سس قرآن سختم است چون معمولا نزدیکای من یا عدسی یا لوبیا منم کارش هم فقط عدسی. درخواستی از برنامه ما داری؟ نه همه چی عالی، فقط خواهشی که دارم لطفاً تصویر منو شطرنجی نکنید. ما کردیم تا الان کردیم. نه بردارید حتما برداریم آقا شطرنجی رو از روش. کل خانواده به مادرم اینا همه گفتم قرار برنامه پخش بشه و اگر پیجم زیرش تک کردید که در حال بازم نه همون شطرنجی نه. الان خانواده نشستن دارن نگاه میکنن. آره مادرم به فامیلم گفته قرار بچه‌ام یو خدا حاجی این دیگه کیه پشمام.